سلام دوستای عزیز، سوراستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. و در قدم اول میخوایم که از تمام شما دوستای بسیار نازنین تشکری کنم به خاطر کامنت های بسیار زیبایتان. البته کامنت های زیبای شما مرا بسیار زیاد کمک میکنه که من زیادتر وقت بگذرانم، زیادتر در خدمت شما باشم و ویدیوهایی که زیادتر میتونه که برای شما کمک کنه او را در دسترس شما قرار بدم. یک جهان ممنون دوستای عزیز. خداوند شما را همیشه با ما داشته باشه. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد سوال یکی از دوستای ماست که ما امروز این کامنت گرفتم و خواستم که بسیار زودتر سوال از دوست ما را جواب بدم، چون که اینا میخواستن که هرمونیه بخرن و میخواستن که بفهمن که چطور بفهمن که می هرمونیه بسور است یا نیست. از اون خاطر ما چون بسیار سوال عاجل بود، ما عاجل یک ویدیو در موردش تهیه کردیم. خدا کنه که ما بتونیم که به شکل درست امیر تشریح کنیم. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. دوستای عزیز، وقتی که ما میریم هرمونیه را میخوایم بخریم، شما در دو قسمت دیگه هرمونیه شما دیدین که چطور ما بفهمیم که چی نوع را باید بخریم، چطور صدای را چه قسم انتخاب کنیم، او که دیدین. حالا این دوست ما که گفتن چطور بفهمیم که هرمونیه بسور است یا بیسور است، ما چی میکنیم؟ اول هرمونیه را میگیریم، خود صدایش چک میکنیم، ریت سویایش را تعیین میکنیم. با آخر که وقتی که میخوایی ببینیم که بسور است یا نه چی میکنیم؟ هرمونیه را دو تا کنوب سازیره، اینی اول دوشه که دو تا کلانه، هر دوی زیر ما کش میکنیم، یعنی باز میکنیم، هر دو ریت در جریان میشه، یعنی در کار میفته. بعد از او ما شما یک اپلیکیشن است به نام نوت ریکگنایزر، این شما میگیرین در تلفنایتون دانلودش میکنین و وقتی که دانلود کنین این قسم دوست عزیز این رقمی این قسم قواره داره، این رقم شکل لوگویش هسته و این لوگو رو شما رقمش میتونین که ما می رقمی رو برای خود دانلود کردیم. شما رقم میتونین، مقصد نوت ریکگنایزر است و این شما دانلود میکنین و این مال باز میکنم و اینجا میمونم. خب وقتی که ما دو کلوب سازی اول دور کلوب سای کلان ما باز کردیم، بعد از اون ما از اینجا شروع میکنیم. یعنی دوستای عزیز، شما اگر تا ویدیوهای اول دور رو ندیدین حتما ببینین که در اون ما تشریح کردیم تمام ثبت کار به حساب ما تشریح کردیم که اونجا ببینین شما. و از اینجا تا به اینجا باید C2 است، C2 از اینجا C3 شروع میشه، از اینجا C4 شروع میشه و از اینجا C5 شروع میشه دوستای عزیز. یعنی ما چی رقم میکنیم؟ این نوت ریکگنایزر پیشوی خود میمونیم، از اینجا شروع میکنیم. شما میفهمین که ای C است، ای C شارپ است، ای D است، D شارپ است، ای است، F است، F شارپ، G شارپ، A شارپ، B و ایم C است. این همونطور در تمامش، چون در یک اکتیف که وقتی که دیدیم در تمام اکتیف های ثبتکا کلش یک رقم است. ما اینا رو چکش میکنیم. اینجا ما وقتی که ایده فشار میتیم، اینجا میبینیم در اینجا نشته میشه C2. اینجا شما میبینید C2 نشته میشه. البته این پوینتر کسی نمی خطا که سرخ که از پوینتر کسی که این اینجا میایه، این می فریکونسی رو نشان میده که یعنی C2 فریکونسیش که بسیار دقیق است و این مشکل است بسیار زیاد که فریکونسی دقیق ما در هرمونیه ای را داشته باشیم. یعنی اینقدر بسور نمی باشه هرمونیه که بسیار بسور باشه، اینقدر که این اینجا C2 بر ما نشان بده، این می کفایت میکنه. اینجا من
میبینیم که سی دو است، پس این بسار است. بعد از این نیم نوت بالا میرم، باز میبینیم که امی پوینتر ما یعنی می خطک سرخگسی یا کم 5 واحد یا کم می باشه یا زیاد می باشه، اما او رو توجه نمی کنم. تنها به امی لترشه، امی نام امی خود امی نوت می بینیم که امون نوت هست یا نیست. این برای من میگه که سی شارپ است، پس این درست است. سی شارپ توست است. دیگه ایشه می بینم برای من میگه که دی دو است، یعنی بسار است. بعد از اون میایم برای من اینجا نشان میده دی شارپ دو، که می دی شارپ دو است. همونطور کلش دوستای عزیز میریم تا اینجا میریم. اینجا که شما ببینین این سی سی نشان میده، سی تری، و سی تری امی پوینتر ما بیهی موتور فیکس بود، بالای امی صفر بود که بیهی امو پیچ یا امو صدایی که برش تعیین شده، فریکونسی صدا رو بسیار دقیق نشان داد. یعنی اینو اون 130 میبینین که شما 130 است این فریکونسی صدا، این بسیار بسار است. سی سی از اینجا اکتیف سیوم شروع شد، سی سی شروع شد. بعد از اون میبینین دیگه چک میکنیم سی شارپ سی سیس دی تری سیس. همونطور آیسته کلش میبینیم که اینمی نوتایی که ما از اکتیف ما است باید اینمی اینجا نشانش بده. هر وقتی که دیدیم که نشان نمیداد یا مثلا بز میکرد یا صدایش بیخی خب بود یا بیسور بود، این باز اینجا نشان میده. اما نوتی که مثلا من اینجا باید اف مثلا اف سی نشان میده، اینجا اف سی نشان میده. اگه بیسور می بود اف سی نشان نمیداد. همونطور مثلا در اینجا باید است که اینی ای شارپ نشان بده. ببینیم که آیا ای شارپ نشان میده یا نه. ای شارپ تری، اون ای شارپ تری نشان میده. یعنی کلش اینجا همونطور شما میبینین آیسته کل از این چک میکنین. باز در اینجا میرین اینجا ای چهار است، سی چهار است، این سی چهار است، اون سی فور نشان میده. میبینید شما که بسیار بسار است. 260 فریکونسی صداست و بسیار فکس. همین پوینتر هم بسیار دمو جایش دمو صفر استارت شده. و بعد از اون میبینیم سی شارپ فور، دی فور بسیار فکس، ای فور بسیار فکس، اف هم بسیار فکس هست. این همونطور کلش میریم تا اینیم اینجا ببینیم که همین چیزا باید باشه. اینجا باید که سی فایف باشه، سی فایف است. گرچه که ما یار انتخاب یار استفاده نمیکنیم، اما وقتی که ما اینجا کپلر داشته باشیم مهم است که این نوت ها باید دستور باشن، چون وقتی که ما کپلر داشته باشیم وقتی که این نوت ها رو استفاده میکنیم باز این نوت ها همچنین استفاده میشه. از اون خاطر مهم است که قسمت ها وقتی که کپلر نمی باشه این اکتیو بالا اکثرا هیچ استفاده نمیشه. از اون خاطر مهم است که وقتی آدم میخره کل نوت ها بستر باشه. و مثلا شما فکر میکنیم که یک جایی هستیم که هرمونیه نیست و یک هرمونیه را پیدا میکنیم فقط نوت های آخرش بیسور می باشه و قیمتش هم براتون مناسب میته. اگر کپلر نمی داشته باشه میتونین که بگیرین از مجبوریت، اما در غیر از او باید کلش بستر باشه. و بسیار دوستای عزیز مهم است که ما این دو تا کنوب سازی باز باشه. اول دوم دو تا کلان ازی باز باشه که ما بفهمیم که این بستر هستن یا نه. به این شکل دوستای عزیز ما میتونیم که یک هرمونیه را بفهمیم که آیا بستر است و یا نیست. و همچنین دوستای عزیز همونطوری که من در ویدیوهای گذشته گفته بودم بسیار زیاد متوجه باشیم که امی کوالیتی چوبش خوب باشه. اگر که چوبش نازک و خراب بود به بسیار سادگی میتونه که هرمونیه امی چوب که وقت تغییر شکل کرد بعد از سرها بسیار اتومات موتور بیسور بشن. بسیار زیاد کوشش کنین که کوالیتی چوبش
خوب باشه. و ریتسش هم که در ویدیوی دیگر تشریح دادیم که چی نوع ریتس باید باشه که از چی نوع جور شده باشه، پرسان کنیم که درست باشه و چیزی باشه که باز به بسیار زودی بیسور نشه. دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیوی امروز ما. خدا کنه که ما به شکل درستش تونسته باشیم که تشریح کردم و امیدوار هستم که این ویدیو به درد شما بخوره. دوستای بسیار نازنین، هستی که تا آخر ویدیو با ما بودین و ما رو سپورت کردین، یک جهان ممنون شما. تا هفته دیگه شما نازنینا رو به خدا میسپارم. بای بای.